سلام دوستان، من احسان جمالزاده هستم و امروز میخوام یه سفر جذاب دیگه به دنیای علوم شناختی و هوش مصنوعی داشته باشم. علوم شناختی رشته‌ایه که به بررسی چگونگی پردازش اطلاعات در ذهن انسان میپردازه و در واقع یک رشته بین رشته‌ایه که ترکیبی از علوم مختلفه. در این ویدیو میخواییم با یکدیگر مفاهیم این رشته و رویکردهای مختلف اون رو بررسی کنیم. اگر به موضوعات علمی و پیشرفته علاقه دارید حتما این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید و فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و لایک بزنید. تعریف و اهمیت علوم شناختی. علوم شناختی به عنوان یک رشته بین رشته‌ای. تصور کنید مغز شما مانند یک کامپیوتر فوق‌العاده پیشرفته است که اطلاعات رو پردازش میکنه. اما تفاوت عمده اینجاست که این سیستم پیچیده میتونه احساسات، تصمیمات و حتی خلاقیت داشته باشه. این جاییه که علوم شناختی یا کاگنیتیو ساینس وارد میشه. علوم شناختی دقیقاً به همین سوالها پاسخ میده. چطور مغز ما اطلاعات رو پردازش میکنه؟ چطور یاد میگیره؟ چطور میتونیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟ حالا جالبتر این که علوم شناختی تنها یک رشته نیست. این رشته از ترکیب چندین حوزه مختلف مثل روانشناسی یا سایکولوژی، علوم اعصاب نوروساینس، هوش مصنوعی یا AI، زبانشناسی و حتی فلسفه تشکیل شده. یعنی این حوزه ها کنار هم اومدن تا به یکدیگه کمک کنن تا مغز انسان رو بهتر درک کنه. این رویکرد بین رشته‌ای به ما این امکان رو میده که نه فقط از یک زاویه بلکه از چند زاویه مختلف به فرایندهای شناختی نگاه کنیم. حالا سوال اینجاست: آیا فکر میکنید مغز شما چیزی بیشتر از یک کامپیوتره؟ در ادامه به این سوالها پاسخ میدیم. انقلاب شناختی و تغییرات در رویکردها. در دهه‌های 1950 و 1960 چیزی اتفاق افتاد که به انقلاب شناختی معروف شد. قبل از اون دانشمندان فکر می‌کردند رفتار انسان‌ها به طور کامل از طریق رفتارهای قابل مشاهده و محیط تعریف میشه. این رویکرد که رفتارگرایی یا بیهیوریسم نامیده میشد، نمیتونست بسیاری از پدیده‌های پیچیده مانند تصمیم گیری، زبان و استدلال رو توضیح بده. اما انقلاب شناختی همه چیز رو تغییر داد. تصور کنید که یک کامپیوتر در حال پردازش اطلاعاته. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ذهن انسان هم به همین شکل اطلاعات رو پردازش میکنه. آیا میدونستید که یکی از محققان برجسته به نام جورج میلر گفته بوده که رفتار انسان رو میتونیم با الگوریتم‌های پردازش اطلاعات شبیه سازی کرد؟ این تغییر رویکرد باعث شد که ما بتونیم با دقت بیشتری به مغز و نحوه عملکرد اون نگاه کنیم. حالا آماده اید که ببینید چطور این دیدگاه‌ها به هوش مصنوعی و روانشناسی کمک کردن؟ میریم سراغ نقش روانشناسی در علوم شناختی، روانشناسی شناختی و روش‌های تجربی. حالا که فهمیدیم ذهن ما چطور اطلاعات رو پردازش میکنه، بیایید کمی عمیق‌تر به روانشناسی شناختی بپردازیم. این شاخه از روانشناسی به این سوالها پاسخ میده که چطور میتونیم از ذهنمون استفاده کنیم که بهتر یاد بگیریم و تصمیمات بهتری بگیریم. چرا گاهی دچار خطاهای شناختی میشیم؟ برای مثال پژوهش‌های دانیل کانمن و آموس تورسکی در زمینه قضاوت و خطاها نشان میده که حتی انسان‌های بسیار باهوش هم گاهی به اشتباهات سیستماتیک مبتلا میشن. به این فکر کنید که چرا گاهی اوقات با وجود اینکه میدونیم تصمیم گیری اشتباهی داریم باز هم اون رو انجام میدیم.
اونها دریافتند که ما به طور ناخودآگاه از میانبرهای ذهنی یا هیوریستیکس استفاده میکنیم که میتونه ما رو به سمت اشتباهات راهنمایی کنه. اما این نکات چه ربطی به طراحی سیستم‌های آموزشی و هوش مصنوعی دارن؟ تأثیر روانشناسی بر طراحی سیستم‌ها. خب وقتی شما یه سیستم آموزشی یا رابط کاربری یا یوزر اینترفیس طراحی می‌کنید، آیا به این نکته فکر کردید که ممکنه کاربران شما هم دچار خطاهای شناختی بشن؟ حالا تصور کنید که سیستم‌هایی بسازیم که این خطاها رو پیش بینی کرده و از اونها جلوگیری کنه. این چیزیه که دانش روانشناسی میتونه به ما بگه. با استفاده از مدل‌های شناختی میتونیم سیستم‌های آموزشی یا حتی رابط‌های کاربری طراحی کنیم که بهینه‌تر و کاربرپسندتر باشه. بنابراین اگر شما یک طراح یا توسعه دهنده هستید، این نکات برای شما هم حیاتی خواهند. نقش علوم اعصاب در درک فرایندهای شناختی، بیولوژی و شناخت. آیا میدونستید که علوم اعصاب یا نوروساینس میتونه به ما کمک کنه تا درک کنیم مغز ما چطور اطلاعات رو پردازش میکنه؟ مغز انسان یک ماشین پیچیده است که به نظر میرسه هیچگاه به درستی نتوانستیم تمام ظرفیت اون رو درک کنیم. اما تحقیقات در زمینه تصویربرداری عصبی مانند fMRI و EEG این امکان رو فراهم کرده که بتونیم فعالیت مغز رو در زمان واقعی مشاهده کنیم. حالا بگذارید یک مثال جالب بزنم. فرض کنید شما در حال تصمیم گیری هستید. مطالعات نشون دادن که قشر پیشانی یا پرفرونتال کورتکس که در مغز وجود داره مسئول تصمیم گیری و برنامه ریزیه. در این فرایند فعال میشه و یعنی که تصمیمات ما از مغز شروع میشه، نه از ذهن یا احساسات. حالا بیایید بررسی کنیم که این دانش چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. کاربردهای یافته‌های علوم اعصاب. این یافته‌ها نه تنها به ما کمک میکنند که مغز رو بهتر بشناسیم، بلکه میتونن به هوش مصنوعی AI کمک کنن تا رفتارهای انسان رو بهتر تقلید کنن. فرض کنید که یک ربات میخواد تصمیم بگیره. آیا میتونیم از همین اصول بیولوژیکی استفاده کنیم تا ربات‌ها تصمیمات انسانی بگیرن؟ این یک چالش جذابه که محققان در حال کار بر روی اون هستند. و اما هم‌افزایی هوش مصنوعی و علوم شناختی. رابطه متقابل بین AI و علوم شناختی. هوش مصنوعی AI و علوم شناختی دو حوزه متفاوت به نظر می آیند. اما جالب است بدانید که این دوتا در حال همکاری با یکدیگر هستند. AI به دنبال تقلید رفتارهای هوشمندانه انسانه و در این مسیر از نظریه‌های شناختی استفاده می‌کنه. بیایید به این موضوع نگاه کنیم. چطور یک ربات میتونه مثل یک انسان تصمیم بگیره؟ پاسخ در مدل‌های شبکه عصبی یا نورال نتورک هست که به شدت از ساختار مغز انسان الهام گرفته. به عنوان مثال شبکه‌های عصبی نورال نتورکس میتونن به ربات‌ها کمک کنن تا فرایندهای پیچیده مثل ادراک بصری یا visual perception یا درک زبان language understanding رو یاد بگیرن. بنابراین همکاری میتواند دنیای جدیدی از هوش مصنوعی و تعاملات انسانی رو به ارغوان بیاره. و اما افقهای جدید در همکاری بین رشته‌ای. همکاری بین AI و علوم شناختی
هنوز در مراحل اولیه است، اما پتانسیل عظیمی برای پیشرفت داره. سیستم‌های آموزشی هوشمند که میتونه به طور دقیق نیازهای فردی دانش آموزان رو شناسایی و پاسخ بده. نتیجه این همکاری خواهد بود. آیا شما آماده هستید که در این دنیای هیجان انگیز قدم بردارید؟ تأثیر زبانشناسی بر علوم شناختی. زبان چیزیه که به ما کمک میکنه با دنیا ارتباط برقرار کنیم. اما آیا میدونستید که زبانشناسی یا لینگویستیکس میتونه به ما کمک کنه که بفهمیم چطور مغز زبان رو پردازش میکنه؟ یکی از نظریات جالب در این زمینه چامسکی که معتقد بود انسان‌ها یک قابلیت زبانی ذاتی دارند که به اونها کمک میکنه زبان رو یاد بگیرن. این نظریه باعث شد که محققان بتونن الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی یا NLP رو توسعه بدن. این یعنی حالا ربات‌ها میتونن با ما صحبت کنن و ما را درک کنن. و چه چیزی جالبتر از این موضوع؟ کاربردهای زبانشناسی در هوش مصنوعی. یکی از بزرگترین دستاوردهای زبانشناسی در هوش مصنوعی اینه که به سیستم‌های AI کمک میکنه تا زبان انسان رو درک کنه. آیا تو به حال فکر کرده اید که ربات‌ها چطور میتونن به سوالات شما پاسخ بدن؟ پاسخ اینجاست که اونها از مدل‌های زبانی بهره میبرند که در واقع همان اصول زبانشناسی رو دنبال میکنن. تأثیر انسانشناسی و فلسفه بر علوم شناختی. انسانشناسی یا آنتروپولوژی به بررسی فرآیندهای شناختی از منظر فرهنگی و تکاملی میپردازه. این رشته نشون میده که پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی به تکامل توانایی‌های شناختی انسان‌ها کمک میکنه. فلسفه و سوالات بنیادی. فلسفه به بررسی سوالات بنیادی درباره ذهن، آگاهی و مفهوم دانش میپردازه. این موضوعات تأثیرات زیادی بر اخلاق در توسعه هوش مصنوعی یا همون ethics in AI development داره. مدل‌های یکپارچه شناخت. مدل ACT-R و سازماندهی فرآیندهای شناختی مدل ACT-R یک مدل یکپارچه است که نشون میده چگونه فرآیندهای شناختی در مغز سازماندهی میشه. این مدل به درک بهتر نحوه عملکرد مغز در پردازش اطلاعات کمک میکنه. فرضیه مغز بیزی و پردازش اطلاعات. فرضیه مغز بیزی یا بایزیان برین هیپوتزیس پیشنهاد میکنه که مغز به عنوان یک ماشین استنتاج احتمالی عمل میکنه. این رویکرد میتونه به طراحی سیستم‌های هوش مصنوعی کمک کنه که به طور بهینه اطلاعات رو پردازش کنن. و اما کاربردهای عملی علوم شناختی. فناوری‌های آموزشی و سیستم‌های هوشمند یافته‌های روانشناسی شناختی و هوش مصنوعی به توسعه سیستم‌های آموزشی هوشمند کمک کردند. این سیستم‌ها میتونن به نیازهای فردی دانش آموزان پاسخ بدن و به بهبود فرایند یادگیری کمک کنند. تحقیقات بین رشته‌ای در علوم شناختی به توسعه ابزارهای تشخیصی برای اختلالات شناختی کمک کرده. همچنین برنامه‌های توانبخشی شناختی میتونه به بهبود عملکرد مغزی افراد مبتلا به آسیب‌های مغزی هم کمک کنه.
رویکردهای بین رشته‌ای در علوم شناختی باعث پیشرفت درک ما از ذهن انسان شده و به حل مسائل پیچیده‌ای که هر رشته به تنهایی قادر به حل اونها نیز کمک کرده. این رویکردها باعث شدند که به اکتشافات جدیدی دست پیدا کنیم و در نهایت نوآوری و پیشرفت در زمینه‌های مختلف رو تسهیل کنیم. در این ویدیو با هم نگاهی به علوم شناختی داشتیم و چطور این رشته با استفاده از رویکردهای بین رشته‌ای به کشف‌هایی در زمینه‌های مختلف کمک می‌کنه. از روانشناسی و علوم اعصاب گرفته تا هوش مصنوعی و زبانشناسی.